من میخوام به رفقا بگم، میخوام بگم مواظب رویاهاتون باشید. ببخشید آقا حسین، یه رشته میتونیم حرف بزنیم، مثلا بگیم دندان پزشکی خوبه. دندان پزشکی تو عین یه نهال، عین بچه است، عین بچت آینده تو، عین بچت رویات، باید مواظبش باشی. تو رو صدا میزنه، ببخشید عذر میخوام از من، ناراحت نشید، میگی دهن تو من خوابم میاد. میریم جلوتر، صدات میزنه میگه من آینده تو هم دهن تو من دارم گوشیمو چک میکنم. میریم جلوتر، میدونی بابا برو بابا اینقدر درگیر مشکل بابا ما هم اینجوری صحبت کرده. خودت داری با زندگیت میکنی. این تو رو هی صدا کرد، هی ندیدیش، هی به تو گفت حواست به من باشه، هر چی به تو گفت تو ندیدیش. تو حالا چطور توقع داری که اون رویا واسه تو بمیره تو وقتی واسش تبم نکردی؟ چطور توقع داری که به سمت تو برگرده وقتی هیچی واسش وقت نه؟ چطور وقتی گوشیت تلویزیون زیاد دیدن و خوابت، تو حتی نیم ساعت خوابتو کم نمی‌کنی، چطور حرف از هدف‌های بزرگ میزنی؟ اینا آقا حسین، اتفاقا راجع به همون رژیم که گفتی میخوام یه چیزی بگم. آقا چاق باش، با چاق بودن لذت ببر، غذات هم بخور، نونخامه‌گرم بخور، حال کن، لااقل میگی انتخاب خودمه. اینی که داری اینو میخوری، بعد با خوردن اون هرس هم داری میخوری، خب تو 2 برابر چاق میشی. هم اونو دوست نمیشه، 2 تا قطب نمیتونن، میدونی 2 تا قطب همنام همدیگه رو کنار هم باشن، این 2 تا جور در نمیاد. رفقا مواظب رویاهاتون باشید، مواظب این باشید که هر کاری کنیم به سمتمون برمیگرده، دیر یا زود. مواظب این باید باشم که من اگر یه اشتباهی کردم، یه دروغ گفتم، به سمتم برگشته، کتمان نمیشه، اشتباه کردم، خب ولی مهم اینه که بعدش تکرار نکنی. تو بد بودی بد خوندی، ببین بد بودی بد خوندی، میذارمش کنار، ولی حالا داری درست میخونی، حالا داری، ببین وقتی کار درست رو انتخاب میکنی میشی رود در جریان، اون وقت سنگ ها رو تو تاثیر نمیتونن بذارن. وقتی راکدی سنگا رو تاثیر میذارن، چون سنگا دارن درست میگن. ولی وقتی تو ادامه میده، پس امیدوارم آقا حسین ما شبی رو ببینیم که بچه‌ها درگیر برنامه‌ریزی کردن برای آینده، از فردا شبی ببینیم که انقدر خوب خوندن که برای آینده دیروزشون خوب بوده باشه، یعنی از خستگی خوابشون ببره، یعنی آرامش بیشتر. پس چرا